یه اختراع بود که جون آدم‌ها رو نجات میداد، ولی خودروسازا ازش متنفر بودن. داستان از اوایل قرن 19 شروع میشه. جورج کلی که پیشگام در زمینه هوانوردی بود، اولین بار برای محکم نگه داشتن خلبانان داخل گلایدرش از تسمه استفاده کرد. اما فکر استفاده از این وسیله در ماشین‌ها سالها بعد شکل گرفت. خیلی‌ها فکر می‌کنن اولین کمربند برای خودرو اختراع شد، در حالی که در واقعیت اولین بار خلبان‌ها بودند که از کمربند ایمنی استفاده کردند. اوایل قرن 20 وقتی ماشین تازه اومده بود توی زندگی مردم، هیچ کس فکر نمی‌کرد قراره یه روز بشه یه قاتل خاموش. سرعت بالا میرفت و خیابان‌ها شلوغ میشد، ولی امنیتی وجود نداشت. اما عجیب‌تر از همه این بود مردم اصلاً کمربند ایمنی نمی‌خواستند. میگفتن اگه تصادف بشه پرت بشیم بیرون، بهتره که تو ماشین گیر کنیم. بله، این طرز فکر واقعا وجود داشت. اولین ایده کمربند ایمنی خیلی مسخره بود، چون میگفت بیایید آدم‌ها رو به صندلی ببندیم. ولی کمربندهای اولیه فقط یه تسمه ساده بودن که روی شکم بسته می‌شدن. نه راحت بودن نه امن. تازه توی بعضی از تصادف‌ها باعث آسیب‌های بیشتر هم می‌شدن. اینجا بود که خودروسازان گفتن بی خیال، این به درد سرش نمیارزه. چون اگه کمربند ایمنی میذاشتن یعنی غیر مستقیم اعتراف میکردن که ماشین‌ها خطرناکن و این برای فروش فاجعه بود. سالها گذشت، تصادف‌ها بیشتر شد، مرگ و میر بالا رفت، اما هنوز خبری از کمربند درست حسابی نبود. تا اینکه رسیدیم به یه مرد سوئدی، یه مهندس ساده، آروم ولی خیلی باهوش به اسم نیلز بولین. این آدم قبلا روی صندلی پرتاب هواپیماهای جنگی کار میکرد، جایی که اگر ایمنی درست نباشه خلبان زنده نمیمونه. وقتی رفت شرکت ولوو با خودش گفت چرا کمربند ایمنی اینقدر بد طراحی شده و جوابش انقلاب بود و گفت کمربند باید هم ساده باشه، هم یه دستی بسته بشه و هم فشار رو پخش کنه. و این گونه کمربند 3 نقطه‌ای به دنیا اومد، همونی که الان توی ماشین ها میبینیم. وقتی اولین بار تستش کردن نتیجه شوکه کننده بود. مرگ و میر توی تصادف‌ها به شدت کاهش پیدا کرد. اما داستان اینجا عجیب میشه. ولوو میتونست این اختراع رو ثبت کنه، انحصاریش کنه و میلیاردها دلار ازش در بیاره. ولی تصمیمی تاریخی گرفت. گفت این اختراع مال همه مردمه، نه فقط ما. ولوو حق ثبت رو آزاد کرد تا همه خودروسازا بتونن ازش استفاده کنن و گفت مردم مهمتر از سود ما هستن. ولی با این حال باز هم مردم مقاومت میکردن و میگفتن کمربند اذیت میکنه و باعث خفگی میشه. اینجا دولت‌ها مجبور شدن وارد ماجرا بشن. قانون و جریمه گذاشتن و کم کم مردم فهمیدن کمربند ایمنی دشمن نیست، نجات دهنده جانه. دفعه بعد که سوار ماشین شدی و کمربندتو بستی، یادت باشه داری به اختراع احترام میذاری که ممکنه امروز جونت رو نجات بده. اگه از این دست داستانا خوشت اومده و میخوای بقیه اختراعات جالب دنیا رو هم بشنوی، حتما لایک کن و سابسکرایب یادت نره تا داستان‌های بعدی رو از دست ندی.